سلام علیکم دوستان عزیز، خیلی که دیده ایستادید در ریگستان بازار پنجشنبه قرار داریم. دوستان امروز سنه 23 مارت سال 2020 است. چنانه که دیده ایستادید مردمی بزرگ ما همر یکی آنها نوروز را تجلیل کرده ایستادن و اینک ما میبینیم که چقدر در بازار مرکزی شهر خوجند پنجشنبه سیر و گشت عمومی آدم ها زیادند. دوستان عزیز باقی سربلند و خانه آباد باشید و هر یکی شما برای کار تنسیتی خانه آبادی خواهانم. من دیده ایستادید هر یکی کودکان خوش خرسندانه سیر و گشت دارند. دوستان عزیز حاضر ما از مسجد شیخ مسلم الدین دیدن میکنیم. این چند پول دان؟ من درآمدگاه مسجد به دان ماندگی 1 سامان خواهشمندان گرفته به حضور برای کفترات دان داده میتوانیم. من دوستان عزیز 1 سامان میدهیم، دان را قبول میکنیم. همین خیلی برای بهبودی کار نه خیلی که دیده ایستادید کفترچا دانها را استعمال کرده. دوستان خیلی همین اینجا یک جای مقدس برای این کفترها دان دادن بسیار قلبها را آرام میگرداند. اینجا هم شادی نشاط کودکان بسیار خوب میباشد. خیلی که دیده ایستادید کودکان بسیار خرسندی عجایب دارند. دوستان عزیز باقی هر یکی شما سربلند خانه آباد باشید، چی درخواست داشته باشید با ما نویسید، ما حتما درخواست شما را اجرا میکنیم. مهاجرانی که در سفری کاری هستند در مهاجرت قرار دارند دعا میکنیم ساخت سلامت باز به پیش پدر و مادر اهل عائله برگشته بیایند. باقی سربلند خانه آباد باشید. خیلی که دیده ایستادید همه آدم ها در عید نوروز سیر و گشت آمده ایستادند. دوستان عزیز اینجا درآمدگاه بازار مرکزی شهر خوجند پنجشنبه می باشد. خیلی که دیده ایستادید بازار مرکزی پنجشنبه بسیار با نمودی ایدانه آرا داده شده است. بسیار با یک نمودی زیبا آرایش داده شده است. من در بالای بازار هر یک شهروندان را تبریک کرده ایستادن. ای غنچه خندیده نوروز مبارک باد باشد. در مابین رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. دوستان عزیز اینجا مرکز بازار شهر خوجند پنجشنبه می باشد. اینک دیده ایستادید هر یکی آدمان زیادند در بازار بسیار با یک روحی ادامه در بازار با خرید و فروش مشغول می باشد. دوستان چنانه که میدانیم تاریخی بازار پنجشنبه نهایت زیاد است، زیرا بازار در آسیای میانه یکی از بازارهای مشهورترین بود هست و میماند.
این گوشتا چند پولیه که؟ Leşten o günah konuşacağım boğuşan. Surat gibi. گوشتی گو 45 سومون مونه لخمه شفت نی؟ Şahs şahsı. لخمه 60 سومون 62 سومون YouTube'da mı? من دو سال عزیز گوشتی گوستان این چند پولیه که؟ 55 سومون دنبه چند بود؟ Ne? دنبه 55 سومون قاشقاره؟ Ha ne? دنبه قاشقار Ha bizim da çok değil mi? من دوستان عزیز میوه ها همه نمودی میوه ها در بازار پنجشنبه وجود دارد من قرود همه نمودی قرود ها یا چمپلی کنوی قرود چمپل تا چمپله 35 سومون تا 38 سومون این چه؟ مایدیچه هاش هم یعنی مایدیچه هاش منه 35 سومون منه کلانوک 38 سومون Yanlış mı olmuyor? من همه نمودی قرود ها موجود می باشد این قرودی مایدیچه ما چمپلی؟ Kiloş 35 lira sözlüyor. کیلوش 35 سومون منه نشکه Ama o bir kulağın gibi olmuş ya. قرودی کپچونی بودن Ben yaşadıkçam hayman. چمپلین کپچونی تا 35. 35 سم منه این قرودای کلان ama اینم 35 mi? اینم 35 سومون Bu başka yerine koyuyor. این چمپلی Siyah. این 38 سومون خیلی عموما در بازار پنجشنبه همه نمودی قرود موجود کپچونی مثال قرودهای قلمفردار любой نمود چمپلی قرود Kiloş 30. این قلمفردار قلم. 30 سومون من قلمفردار Bana in hayli da. Rayhan, utrop aralar. قرودی منی ریحاندار اکرابدار Zeyling tarafı. این چمپلی زیلندار Hepsi 30. اینم 30 سومون این هاش قیمت‌تره 35, 35-38 سومون حاضر کنی کمتر پروبه کدام ممکن می؟ بسیار بسیار قروتا خوب این سیر آقا نهیبداد حاضر میبینیم من خیلی که دیده ساده میوه ها همه نمودی میوه ها در بازار پنجشنبه فراوان اپلیسین چمپلی کیلوی اپلیسین 25 سومون اینی کجا؟ از آن اکوادور بوده اینجا ماندارین چند سن؟ Mandalina 25 سومون یعنی اولو بولو ها؟ انگور می این چی انگور؟ اکوادور ها چمپلی Kiloş 45. کیلوش 45 سومون من اینجا سیبی کبود سیبی سرخ فکر میکنم نرخی هر دوشم یخیلا چند بود؟ 18 سومونی من اینجا نوک چند بود؟ نوکم 18 سومونی منی انار باز اپلیسین اینجا اناناس چند بود؟ اناناس 25 سومون خیلی عموما بازار پنجشنبه همه چیز فراوانه من انگور چند پل انگور خود؟ 15 سومون این خدا ما انگوری میرسین خدا ما 15 سومون کرم این می منی انگوری ایران بودست این چند پل؟ Argentina 60. ارگنتینا کیلو 60 سومون
Amerika kiwi چند بود؟ کیوی 30 تومان که کیلوش 30 سومون کیوی. من نانوی فطیر راوغنی چند پولی؟ 4 سومونه؟ 4 سومون راوغنی شیردار. یه چند پولی؟ 5 سومون. این نانی جمال خان نه؟ نانوی جمال خان. نیشما چند پول کنه اینا؟ سومون نانوی مغزدار شیردار روغندار. روز شوید روز شوید خودت نان دینانی کنه. این نان چند پول کنه؟ 10 سومونن دانه. نانم وزبی هر یکتش 1 کیلو زیادتر میبرد فکرم. چند پول؟ اینجا خشک میوه همه نمودی میوه منی خربوزی قاق قندلات من خودی قاق دانی چمخچه توت قاق همه شد. این بادام 70 سومونی این نمودش 80 سومونی. بادام عموما از 70 سومون سر می شود تا 130 سومون. این نرخ نوای پسته از 130 سومون تا 160 سومون. اینجا مویز 35 سومونیش 70 سومونیش 80 150 خرمای قاق. این هشتگ بوده زردالو مویز چارمغ اصل کدی وای کدیگی. این چند پوله؟ 50 سومون. ترکیب زردالو مویز چارمغ اصل 1 کیلوش 50 سومون. خیلی عموما میوه های خشک فراوان بسان است. از بس که فصل بهار آمده ایستان است کاوتی هم در بازار بسیار زیاد. این زیرا ویتامین های عجایب برای آدمیزاد مفید را از کاوتی ها خورده بهره مند میگردیم. چند پولی ها؟ 2 سومون. کشنیچ هم؟ کشنیچ من بندی کلامش 2 سومونی. اکروب چی؟ اکروب 1 سومون. این پیازی کبود چند بود؟ 1 سومون. نم 1 سومون نه؟ 3 سومون. چسناک 3 سومون. از بس که ولی کم این ولی کلان نشده. از بس که کمتر است 3 سومون. شده که ریدیسکه چند بود؟ نه ریدیسکه 1 سومون. خوش بی اکراش که نشود 2 سومون عزیز. این خلیبا چند بود چه؟ 2.5 سومون. سیاه چند بود؟ خلیبی سیاه سفید 2.5 سومون. از آن خلیب زبا. نان چند پول خواه؟ 2 سومون. نان 2 سومونی. این چه مخچه چند پولی؟ 18 سومون. منجند چارمغز و قاق و مویز همش هست. برونجی کنجی یاوه چند پول؟ این 2 سومون. 12 سومون. من رو بینیم چی؟ آیا خوش دیتونی؟ نه کنجی یاوه من این 12 سومونه یا همون زیرش هم؟ همون زوره 12 سومون. اینه چی؟ نه 11 سومون. این 11 سومونه 50 درهم. 12 سومون 50 درهم. بسیار خوب. این چی؟ نشه آمین 12 سومون. 12 سومون. اعلی صفت. کنیایی اعلی صفت. گروج دهقانی. این سره. این لازری توشکم. چند پولی؟ 22 سومون. یوزیری اسفره چی؟ نه 17 سومون. ابو ها گیل دیوار خریدار. 17 سومون.
این دیوزیری پنجکه خاله تخم چمپلی 80 درهم زرد سفید فرقش نه 80 درهمی تخم بره این منی کلانا شامپل خاله 90 درهم بود اصلا تخمای اعلی صفت دوستان عزیز عموما در بازار پنجشنبه همه چیز ارزانی فراوانی خیلی دیده ساده همه جا ارزانی فراوانی در شب روز عید هر یکی شما رو با عید نوروز تبریک کرده به خاندان شما تنسیتی خاطر جمعی و بردباری های روزگار را تمنا داریم باقی سربلند و خانه آباد باشید دوستان عزیز پیاز چمپلی 4 سومون کارتوشک چی؟ کارتوشک 6 سومون سبزی چی؟ 2 سومون کرم کرم کیلوش 2.5 سومون این خواهشمندان با پیاز سفیدم هست